حاجی عین‌الدین گدازاده ادیب و روزنامه‌نگار شناخته مقیم ناحیه تیمورملک و پدر رئیس شبکه تلویزیونی تاجیکستان حاجی سمرالدین عین‌الدین شب 22 و 23 ایون سال 2022 در سن 76 از عالم چشم پوشید. مراسم ودا و نماز جنازه حاجی عین‌الدین صبح 23 ایون در شهرک بهمنرود ناحیه تیمورملک ولایت ختلان برگزار شده است. حاجی عین‌الدین همگی 5 روز بعد نشر آخرین کتابش قاموسنامه کون عین ترک این دنیا کرد. قاموسنامه کون عین جلد دوم قاموس ناحیه تیمورملک است که جلد اولش با نام قاموسنامه عین سال 2011 چاپ شده بود. عین‌الدین گدازاده 19 یونی سال 1946 در دهه اسنبگی ناحیه سوویت حال تیمورملک تولد شده. سال 1976 فاکولته تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان و سال 1987 تکنیکوم کشاورزی ناحیه کمونیست هولو باخته را ختم کرده است. فعالیت مهنتی را در روزنامه نواباد ناحیه دنغره از سال 1963 1966 آغاز نموده در مکتب میانه رقم 4 ناحیه سوویت، گزیته برای کمونیسم، رادیو ناحیه سوویت، روزنامه برای کمونیسم ناحیه سوویت، کمیته اتفاق کسبه سفخوز 50 سالگی تاجیکستان ناحیه سوویت کار کرده است. وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه سوویت دعوت نو جماعت دیهات وطن و تنابچه انتخاب شده است. از سال 1994 تا ینور 2011 مدیر شعبه فوند نفقه حالا اگنتی دولتی سهورته اجتماعی و نفقه بوده است. از سال 1976 عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و از سال 2012 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. عین‌الدین گدازاده سال 2004 صاحب نشان اعلوچه مطبوعات و سال 2007 صاحب نشان اعلوچه فرهنگ شده. سال 2012 جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام لاهوتی و سال 2013 جایزه به نام ناصر خسرو را به دست آورده است. او همچنین رهبر مرکز فرهنگ فطرت بود که اهل فرهنگ و اهل قلم ناحیه تیمورملک و اطراف آن را گرد آورده بود. عین‌الدین گدازاده از خود چندین کتاب بدیعی و تاریخی و پوبلیسیستی به مثل در سویل سرخاب، سپهر هفتاد، در دل و دیده مردم، سپر گندم سپهر، حبیب خدا، قاموسنامه عین، قاموسنامه کون عین به یادگار گذاشت.